با نام خدای یکتا سلام. من حکیم هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کند که در هر گوشه دنیا باشید. پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار و هموطنان عزیزم که در داخل تایسان هستند خوش و خندان لبخند بر لب داشته باشند. با نام خدا سلام دوباره. برادران، ما امروز تصمیم گرفتیم بریم این بازار و برای عید خرید چی کنیم؟ عیدانه کنیم از قبیل پسوده و کاسه و دیگ و طبق و لعلی و دیگه چیزا. و اگرچه که اینجا پیدا کردیم خوب نکردیم، با خیلی میریم مغازه های برادرای عربا هستن، از اونجا ما میگیریم انشالله. با ما باشید دوستان، زود برمیگردیم. دوستان به شبکه های ما سر بزنید، شبکه های ما در یوتیوب و کانال ما را سابسکرایب کنید و کانال ما ابونه شوید و به دوستانتون بفرستید. با ما باشید دوستان. بازم برنامه های ما ادامه دارن، برنامه های خرید ایدانه ما زود برمیگردیم. چنانچه دوستان گفتیم امروز میریم بازاری میکنیم، خرید ایدانه و این بازاری موقتی است. چرا بازار سیار؟ به خاطر که در هر روزی هفته در هر جای شهر می شود و شما خودتان میدونید که بازار مختلف است، رنگ های مثلا بخش های مختلف داره، بخش مثلا خوراکه، لباسه، میوه‌جات، گفتی که پاک، کاسه و دیگه فسوده. اینجا هم جای کتاب و جای نماز و قرآن و صحیح اسلامی. این طرفش لباسه ماشاءالله دیگه. اینجا 3-4 روز دیگه مونده است به عیده دیگه. مردم همه برا آمدن در کوچه ها خرید میکنن به خاطر رمضان، به خاطر عید رمضان. و با ما باشید دوستان، برنامه های ما جریان دارن. بریم طرفی دیگه بخشا. ما اصلا پسوده کار داریم دیگه، میریم طرفی پسوده. این طرف هم زلنه چیزا. دوستان گفتن نمانه امروز بسیار هوای عجیب است، هوا آفتابی است، بسیار خوب است برای خرید فروش. اینجا هم پسوده فروشی بوده است، بعضی پسوده های میشه که خرید کنیم. این طرف ولی علی کار داریم و دیگه کار داریم. ایوش اطراحن لالی میده، لالی کلون، پدنوس، ما چیز خلاصی گفت فروخته میشه در بازار. و میریم دیگه طرف. این پسودش کمه، با بعضی اینجا بس پسوده فروشی هستن که بسیارتر دارن. بازار را بگردیم که در کجاش خوبتر و بهتره اونجا خرید میکنیم انشالله. در بازار اصلا مردمی عربا هستن، افغانا هستن، از مردمی مراکش، الجزایر، سودان، لیبیا، حجاباش، از هر مردم هست در بازار خلاص. خودی فرانسوی ها اینجا پسوده بوده است. پسوده اینی میدکاش 1 یورو، 2 یورو، این تارت گیرکات 2 یورو، این کاسه 3 یورو. اینجا هم قالین فروشی هم هست، قالین فروشی هم بوده است برادران. دیگه ببریم دیگه بخشا رو ببینیم دیگه بخشا چی چیزا داره. دیگه با ما باشه دوستان، ما زود برمیگردیم. این هم بخشی کورپا و ادیال و کمپل و این چیزا. ما از دیگه طرفش آمدیم، میریم باز داخلتر، درونتر میریم که ببینیم چی گپه. اینجا هم برادر است دیگه به خاطر اصلا که در فرانسه تمام عرف و عادت هایی که مردمی که هر جا آمدن رعایت میشوند و هر کسی سیخ چه میتونه بفروشه. اینجا هم سمکه فروشی و این طرف جواهرات و همین چیزا میفروشن. اصلا کوچه خوراکه های
میوه‌جات هست، میوه ها داره. این طرفش میوه های خشک، این طرفش شیرای خانگی، شیرای ناتورال، شیرای تازه یا شیرای بیو. این طرف هم خوراکه هست، میوه‌جات هست، میوه‌جات. این طرف هم سالات باب و سالات علویه و چی آلیفکی و زیتون همین چیزا. این طرف گوشت فروشی برادرها. گوشت فروشی برادرها یک خاصیت دیگه داره که با نوبت اینجا نوبت میگیری، اونجا نمر میگیری، با نوبت دیگه نوبت که اومد ترا خدمت میکنن. این هم بخش گوشت فروشی. گوشت حلاله برادرها در بازار. دیگه هم مردم اینجا شیرینی فروشی و شیرینی. Pardon, quelle cuisine? Quel pays cuisiner ça? Maghreb. Maghreb? Maghreb quel pays? Algérie, Tunisie, Maroc. اینجا هم شیرینی های سه کشور بوده است. الجزایر، مراکش، تونس. به خاطر رمضان اینا پخته کردن. Très bien, merci. اینا میرم دیگه طرفا. اینجا بس تمام چیز یک یورو. تمام چیزایی که میفروشه کنسروای مثلا نخت های دیگه، لوبیا های دیگه یک یورو داناش. اینجا هم تخمای خانگی و دیگه چیزا. خلاص که ما در بخش خوراکه و میوه‌جاتیم. برادر بس دیگه اینجا خوبش یک ماهی فروشی اینجا هم بسیار نوبت که هست، به نوبت میگیرن. نوبت میگیری، نمر میگیری، در نوبت ایستاد میشی. بعد میره خدمتت میکنه فروشنده. دیگه این طرف بخش خوراکه، اون طرفش نمیریم. ما میریم طرف لباسا و پسوده فروشی. با ما باشه دوستان، زود برمیگردم. این طرف بخش پخت و پز چیزای کوکنی هست. دیگه مردم بسیار دیگه برای این پخت پز میکنن. اموچسا دیگه پاک آچرازش بسیارتر بوده امروز، بازارش گرم است. این می با خاطر پخته کردن کیک کلچه و تارت و دیگه رولت همسا. خلاص دیگه میرم طرف دیگه. این طرف هم چیزای برقی، یعنی چیزای تلفن و چیزا میفروشن. میریم بالاتر. نگفتن امانه وقتی وارد خیلی بازار میشه فکر میکنید در تاجیکستان یا در کشورهای آسیایی، چون همه بیشتر ماشاءالله با حجاب هستن. این هم طرفی این هم پسوده فروشی. ها؟ میریم طرف. میگه این هم لباس فروشی، متریال فروشی. میریم دیگه طرفا. این هم متریال فروشی. اکثرا متریال فروشی ها مردم بنگلادش و هندی و همه مردم کار میکنن. اینجا هم قالین فروشی هسته. قالین انواع مختلف قالین ها. 1 متر سر میشه 80 سانتی متر تا 3 متر و 5 متر و 6 متر. خب این طرف هم که ما کار نداریم. این طرف آرام پرده هست، پرده جات و چیزا. نگاه میریم طرفی پسوده ها، شاید پسوده باشه. نگاه با ما باشه دوستان، بازم برمیگردیم، زود برمیگردیم. راستی امروز خیلی که پسوده فروش ها کم اومدن. این طرف پسوده فروشی بود همش. امروز همه لباس ها و همین چیزا هم بخاطر که خیلی مردم بسیار لباس میخرن برای عید. دیگه چیزی که افتیم میخریم، چیزی که نیفتیم با میریم مغازین های هستن، مغازین های عربا و مثلا مردمی مراکش با میریم در مغازین ها خرید میکنیم. این هم طرف لباس ها و قالینا و قالین فروشی. میریم دیگه طرف های. بازم با ما باشه دوستان. این کارتا ها را بینین 6 سوم 6 یورو به حساب. خیلی چی میگیم خودمون پاپرینای ملایم خوبن. اینجا پسوده بدهیم. اینجا هم قالینه. این هم پسوده فروشی. این چیزا که ما کار داریم. دیگه که او حاجت نیست برای نشان دادن چی میخریم نمیخریم. مقصد انشاءالله که
خرید میکنیم. باز هم در چیا هستیم. با ما باشه دوستان. این هم ببینید یک مرکزی بازار. دوستان بین بازار و مغازه ها چندین تفاوتی ندارم. 10 15 یورو فرق داره یا که 5 یورو. نگه ان شاء الله خرید که یافتیم میگیریم، که نیافتیم با میریم مغازه ها. مغازه ها ان شاء الله بنوار میکشیم. شما ببینین، آگاه شوین، آشنا شوین به مغازه ها و بازارهای فرانسه. نگه با فکرم که از بازار بس است، چون بسیار گرنگی بس شدیم در بازار. این طرف های بازار مختلف، بخش مختلف داره برادران. هر چه بخوای میابی، هر چه بخوای پیدا میشه. و اون خاطر دوستان دیگه گزارش ما از بازار ختم میشه و انشالله باز میریم مغازه. از مغازه هم براتون برای چند نوار میگیریم که شما هم آشنا شوید و از عرف و عادت چیزای فرانسه. شما رو به خدای پاک میسپارم. فعلا باز برنامه های ما ادامه داره. با ما باشه دوستان. این طرف هم میوجات های برادران. میوجات بخاطر رمضان ارزان کردن، بخاطر عید رمضان. بازارها تا ساعت 1 دی ابیتیر های اینجا فساده بوده. راستی گپ آدم اگر یک جا کنار روان نمیفهمه، همین ساعت 1 میشه همه میوجات ارزان میشه، بخاطر که دیگه نیست بازار ختم میشه. و اون خودی ما نه حیله را فهمیدیم ولی نمیخریم. با عبید کشی ساعت 1 کنیم بعد میایم خرید میکنیم. برای همه چیزا که از قیمتن با ارزان تر میشه. مثلا همه کیلو 60 سنت، 70 سنت، 80 سنت تا 1 یورو میشه. همین چیزایی که از میبینید 2 یورو 3 یورو های همه ارزان میشه. خلاص اینجا سوی اسلامی بده، کتاب و عطر باب و این چیزا. خلاص گپ که برادرها بازار خیلی خوبه. بازار فرانسه رو ندیدین و زیر ویدیو کامنت بنویسین، فکر و عقیده‌ات رو بنویسین و مقایسه کنیم بازار فرانسه رو با بازار تاجیکستان و کشورهای آسیایی. این برادران اینجا خورما فروشی بوده. تمام مردم خرید اومده است امروز. بسیار بازارم سوداش در جوش و خروش است. با ما باشه دوستان. برمیگردیم دوستان. اینجا مغازین دیگه های، یک مغازین پسوده فروشی مسلمان ها هن، عرب ها هن. انشالله میریم داخلش میبینیم که چی چیزا داره. این دوستان ما در مغازینی برادرای عرب هستیم. چیزای پسوده های برای عید خرید کردن اومدیم. نصیب باشه اینجا نبینین همش داخل نباشه است. و با خوبیش در چیه که چند چیز بگیری اگر با ارزان میکنن. مثلا اینه چانیکو 75 15 35 75 در 15 دیدم. اینجا دیگ هسته، اینجا مثلا اینجا سودکا هستن یا چانیکو هستن. نگاه کنیم برادر، همه چیزی مسلمانی همش کتکپو فروخته میشه. اینه 120 یورو های کتی آبشی کامپلکت. یک پدناز، 6 استکان، قندگیرک، شیرگیرک همش کلاسیک هست. اینه چانیکو 20 یورو 2 دانش. اینه پدناز 30 یورو 3 دانش، 26 یورو 3 دانش. اینجا با قندگیرک و میوه‌های خوش گرفتن با گیرک هسته 45 یورو 45 یورو. اینجا لوحه های اسلامی هسته 35 یورو 20 یورو. همش اینه سوی اسلامی صحبت های. خلاصی که ما در مغازه یک برادر عربی چیزای مسلمانی میفروشن. اصلا بیشتر پسوده میفروشن. اینجا هم سودکا هسته
22 یورو 20 یورو 28 خیلی برادرها. اینجا هم گفتی گپاکی هر نمود دیگ هسته، گاز هم هسته، فیگورا برای تارت پزی و کلچه پزی و هر چی که بخوایی هسته. این دیگار روی اینم چند نمود دیگچه خیلی فورد، کدام رزمیر کدام اندازه فورد. اینجا با میوه گیرکو، میوه خشک البته 4 مغز و پیستا مثلا این گیرکو، این برای تارت کلاسیک. اینه پسوده های فرانسه برای یک مرد مسلمان، نه مرد مسلمان بلکه همه استفاده میبرن، میتونم بخرم. این پسوده ما میریم این طرفش. اینجا اترا هم هستن، اترا هستن، اینجا گلدونا هستن. اینجا اینه گلدونا رو بچکه، گلدون فسانان و اینجا اترا هستن. خلاص گپی در اینجا همه چیز یافت میشوه. گفتی گپای مرده که تا شیری مرغه یافت میشوه. اینم اتراش، اینم گپا پسوده هایی که میفروشن. اینجا هم چای هم هست، دگش هم هست. اینجا پسوده های گفتی که برای صبح گیری برای چی. اینجا هم قرآن ها برای پدرکه کردن، بهترین قرآن ها اینجا هست. گوشه تحفه ها اینجا هم خرما هم هست. گفتی اینجا عربای برای برکشی. خلاصی گفتی اینه همه چیزا بتونی که بخری اینجا. اینه هم گفتی که پاکی طرف های خراکش های پپراو و روغن زیتون و چای سیاه، چای کبود، خورما و نمک نخواده همه چیز. خلاصی که اینی ها برای چیزای تارت پزی هم مگزین خواه مگزین که همه نیکی چیزای خوب دارم. همه چیزای یوف میشه تو پرده و پددیال و دیگه دیگه. بازی بریم طرفی پرده هاش. اینجا پرده دارم، پرده دارم، جای نماز، پرده. این جای نمازی خوب کلان کنم. این پرده واری هم دارم. این بندکوی پرده هم هسته تا زنوسکه و تا گفتی که پا هم بشسته. این هم فروشندش هم. هدف از برنامه ساختن ما شما را با طرز زندگی و بازار و مغازه‌های فرانسه آشنا ساختن است، چون بسیاری ها می‌خواستند که بدانند حیات روزمره مردم فرانسه چگونه است. و این برنامه را با خواهش مخاطبین یا اینکه برادران و خواهرانی که در کامنت برای ما نوشتند ساختیم. خدا کند که برنامه ویژه ما به شما عزیزان پسند آمده باشد و انشاءالله در برنامه‌های بعدی درباره کار و فعالیت در فرانسه و با کدام راه‌ها می‌توان به اینجا بیایید نوار آماده و پیشکش شما خواهیم کرد. عزیزان اگر ویدیو برایتان خوش آمده باشد حتما کانال ما را سابسکرایب کنید و به کانال ما ابونه شوید و زنگوله دومی را برای همیشگی فشار بدید تا که بیننده برنامه‌های ما باشید. عزیزان اینجا رسیدیم و فرجام برنامه. این هم بود کمی معلومات درباره بازار و مغازه‌های فرانسه عاید به خرید رمضانی یا برای عید رمضان. فکر، ملاحظه، پیشنهاد، درخواست زیر ویدیو با ما حتما شریک بسازید. وقتی دیگه اذیتی شما را نمیگیرم، شما را به خدای پاک و منان میسپارم. خداوند یار مددگار همه ما و شما باشد تا برنامه‌های بعدی. بدرود.